بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدایا تو آن گونه ای که من دوست دارم، پس مرا آن گونه کن که تو دوست داری و میپسندی. به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم آمین. سلام مردم، هم نفسای یاد خدا. الهی که خوب باشین. خیلی ممنونم که انتخاب شما شبکه قرآن و معارف سیماست و برنامه یاد خدا. الهی که حالا که حسن سلیقه به خرج دادین و برنامه خودتون یاد خدا رو همراهی میکنید از طریق قاب شبکه قرآن، اینجا به شما خوش بگذره. جایی که نورانیت و معنویت رو احساس میکنیم هممون، نه به خاطر حضور بنده سراپا تقصیری مثل من، به خاطر حضور دو امامزاده واجب التعظیم که اینجا هستن، یعنی امامزاده ابراهیم و امامزاده محمد علیهم السلام، در این بارگاه به شدت نورانی و حال خوب کن، حرم مطهر امامزاده ابراهیم و امامزاده محمد علیهم السلام در خیابان امامزاده ابراهیم در شهر مقدس قم. انشالله ما نایب وزیر هستیم و انجام وظیفه میکنیم، اما انشالله که شما مشرف بشید. یه فاصله بگیریم و برگردیم. من سلام بگم به استاد رمزی اوحدی که این نوبت هم قدم به چشم من گذاشتن. الحمدلله. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد خیلی خوشم. سلام علیکم و رحمت الله. ارادت خودم رو به محضر جناب عالی، دوستان همکارتون و بینندگان محترم تقدیم میکنم. سلامت بشین. و برای همه شما از خدای بزرگ سلامتی میخوام. زنده باشید. ما هم برای شما. چه خبر؟ سلامتی وجود. همه چی خوبه؟ الحمدلله. الحمدلله رب العالمین. خب ما این اگه اشتباه نکنم 4مین جلسه که ذیل عنوان کلی موضوع جهاد از دریچه قرآن و سیره امیرالمومنین خدمت شما هستیم و منتظریم تا استفاده کنیم. خیلی متشکرم. یکی از نکاتی که بایستی بهش پرداخته بشه بحث جهاد در قرآن و بعد میایم سراغ سیره عملی امام علی علیه السلام. این جلسه یه اهمیت ویژه‌ای داره در ارتباط با اینکه جهاد در سیره امام علی علیه السلام یه دریچه خاص و جدیدی رو میخوایم ازش بیان بکنیم و این جهادی که داریم عرض میکنیم امنیت ساز برای داخل بلاد اسلامی. جناب آقای قوامی، ما در قرآن کریم انواع جهادها رو داریم. جهاد با منافقین داریم، جهاد با کفار داریم، جهاد با مشرکین داریم، جهاد با اهل کتاب داریم. برای هر کدوم اینام آیه داریم. الان اینکه حزب الله لبنان داره با اسرائیل میجنگه، حالا این صهیونیست‌ها اهل کتاب هم نیستن، ولی بالاخره میخوام به شما بگم که ما جهاد با اهل کتاب هم داریم اگر طغیان کنن، و اگر نه، اگر طغیان نکنن نه، ما با کسی دعوایی نداریم. علیه حالا انواع جنگ اینه. یه دونه از اون جنگ ها و جهاد ها جهاد با اهل بقیه. بقیه یعنی چی؟ بقیه یعنی این که تو جامعه مسلمین یه تعداد مسلمان بر علیه یه تعداد مسلمان دیگه چیکار میکنن؟ قیام میکنن و جنگ و درگیری سیاسی و نظامی را میندازن، یعنی جنگ داخلی. آیه‌ش هم آیه 9 سوره حجراته. درست. و این آیه را اول کسی که عمل کرد بهش حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، یعنی جزو فضائل امام علی علیه السلام محسوب میشه، چون قبل از امام علی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم با اهل بقیه و باقی ها با غین نجنگیدن، با کفار می جنگیدن، با مشرکین می جنگیدن. رسول الله که با مؤمنین و مسلمانان نجنگیدن. اهل بقی کیا هستن؟ اونایی که جاهل سیاسی هستن، کسایی که تو جامعه مسلمین یه تعداد بر اساس تبلیغات اینها رو اغفال میکنن، ظرفیت سیاسی نظامی درست میکنن، تو محیط اجتماع جنگ داخلی را میندازن. در زمان امام علی علیه السلام دو گروه بودن که این کار را انجام دادن. یکی اصحاب جمل بودن. امام علی با اصحاب جمل می جنگید که طرف مقابلشون که کفار که نبودن که. حالا درسته بر مبانی فقهی ما اگر کسی بر امام معصوم شمشیر بکشه کافره، ولی بالاخره اونا کسایی بودن که نماز میخوندن. تو جامعه مسلمین هم بودن. چون ما جنگ هایی رو در صدر اسلام داشتیم که با امپراتوری روم بوده، مثل جنگ تبوک. البته ما 3 تا جنگ با امپراتوری روم داشتیم.
علی حال یه تفاوتی داره. من اول این تفاوت رو بگم، بعد بگم امام علی علیه السلام چه کرد. ببینید، ما اگر با خارج از مرزهای اعتقادیمون بجنگیم، میشه جنگ با کفار و مشرکین یا جنگ با اهل کتاب. اگر ما این حریم رو، یعنی جنگ با کفار و مشرکین و اهل کتاب و اهل بقیه رو، مرزهاش رو نشناسیم، ابعادش رو ندونیم، منظومه فکری ما تو بحث جهاد کامل نیست. ما باید بدونیم که تو بخش مبارزه با کفار چه نقشی رو باید ایجاد بکنیم برای خودمون، چه ظرفیت سازی‌های سیاسی و نظامی و اقتصادی باید فراهم بکنیم. منتها بقی چیه؟ بقی همین یقتلون النبیین به غیر الحق که در قرآن کریم بوده. انبیاء الهی رو میکشتن. کیا میکشتن؟ همین اطرافیانشون، منافقینی که اطرافشون بودن میکشتنشون، و در قرآن هم مکرر تکرار شده. سوره منافقین جز سوره‌ایه که از اون سوره‌ایه که در نزدیکی رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیغمبر نازل شده. 17 و 18مین سوره‌های آخریه، اینجوری که یادم. یعنی داره به یه خطری گوشزد میکنه که آقا یه عده هستن با این خطر متوجه باشید، اهل ایمان. پس ببینید، ما این بقیه که داریم میگیم جهاد با اهل بقیه، یعنی با همین داخلیا. بیرونیا که اونو بود، داخلیا چه ضرری میزنن؟ داخلیا مثل یک، فرض بفرمایید، درختی که از داخل داره موریانه میخورتش و پوکش میکنه. بعد از مدتی این درخت میشکنه و فرو میریزه. لذا امام علی علیه السلام با نهروانیا جنگید. نهروانیا کیا بودن؟ پینه بسته بود پیشونیشون، کافر نبود. آیه سوره مبارکه 9 سوره مبارکه حجرات میگه اگر دو طایفه از مؤمنین با هم دیگه درگیر شدن، اینا رو به برادری و دوستی نزدیک کنید. اگر نپذیرفتن، اونی که نمیپذیره چیکار کنید؟ تعذیبش کنید. و یکی از اون کسایی که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم به این آیه عمل کرد و اولین بارم عمل کرد، وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود که این کار رو انجام داد. لذا شما نگاه میکنید که جریان نهروان وقتی که شکل گرفت، امام علی علیه السلام خیلی مترصد بود این بود که اینها رو راهنمایی بکنه. قبل از اینکه جنگ نهروان شکل بگیره، اصلا تو تمام جنگاشون امام علی علیه السلام، حتی سید الشهدا صلوات الله علیه، حتی مولا امام حسن مجتبی، تو جنگاشون قبلش خطبه میخوندن و این خطبه هم غالبا روشنگرایانه بوده و یه عده‌ای می اومدن این طرف. تو جریان نهروان هم امام علی علیه السلام خطبه خوند برای خوارج، به یه تعدادشون اومدن این طرف. میخوام اینو به شما بگم که تو جریان جنگ به اصطلاح نهروان، امام علی علیه السلام بعد از اینکه خطبه خوند و اینها یه تعداد زیادیشون اومدن این طرف و توبه کردن، حضرت پرچم ابو ایوب انصاری رو زد و هر کسی بره زیر پرچم او در امانه. یه تعداد از این خوارجی‌ها توبه کردن و اومد. تو جریان جنگ به اصطلاح همین نهروان، بعدش امام علی علیه السلام با اینا جنگید و اینا رو کشت. این آیه 9 سوره حجرات داره به ما میگه که آقا تکلیف شما تو جامعه مسلمین با کسایی که دست به اسلحه میبرن مشخص کنید. مصداق امروزیش گروهک منافقینه که اول انقلاب امام سعی کرد اینا رو نصیحت کنه، به راه بیاره، دیگه نشد، اینا هم دست به اسلحه بردن. و حالا البته اینا منافق بودن، ما نمازخونم اینا رو نمیدونیم، ولی بالاخره یه ظاهر اسلامی دارن. فرق میکنه با مشرک و کافری که ما میدونیم مثلا این اصلا دین نداره. پس اهل بقیه یا باقی به کسی میگن که تو فضای سیاسی کشور میاد فضا رو جوری ملتهب میکنه و از جامعه تلفات میگیره، اختلاف ایجاد میکنه و درگیری درست میکنه. و تبعات این نوع اتفاق چه بسا خیلی بیشتر و عمیق‌تر گاهی وقتها از کاری دشمن بیرون. بله. الان مثلا شما نگاه کنید داعش آبرویی که از اسلام برد، آمریکایی‌ها صهیونیست‌ها چند سال باید تلاش میکردن تو کار رسانه‌ای تا آبروی اسلامو ببرن. معابد رو منفجر میکرد، درسته، مساجد رو ویران میکرد، قبر انبیا و امامزاده ها رو با خاک یکسان میکرد، زن مسلمان رو اسیر میکرد، سر بچه مسلمان رو میبرید. البته داعش که اصلا ساخته شده بود برای همین.
بله. یعنی اصلا ولی یه ظاهر اسلامی داشت. آره به ظاهر اسلامی به ظاهر اسلامی مثل همون خوارج بود دیگه. مثل خوارج بود. میدونین من برش عرض کردم میخوام بگم که حالا داعش رو دشمن بیرونی درست کرد، این اصلا وجود خارجی از قبل که نداشت، این گروه رو اینا شکل دادن. ما تو داخل خودمون همون بین مسلمانامون الان کشورهای و حکومت‌های به ظاهر مسلمانی داریم که از صدر اسلام مسلمونن، خیر سرشون. بله. ولی اینا از داخل دارن دشمنی میکنن و ضربه میزنن. میدونی چی میگم؟ اینو دارم میگم. و اتفاقا اگه دشمنی اینا نبود و پیکره جامعه اسلامی متحد بودن، همون چیزی که فرموده قرآن که واعتصموا بحبل الله و حبل الهی، همه با هم چنگ میزنن، اصلا این همه عرض اندام، جای عرض اندام برای کفار و دشمنان اسلام، دشمن بیرونی نمیموند. بله دقیقاً فرمودید. ببینید نیرو و توان جامعه اسلامی رو به تحلیل میبرن. آره. یعنی ضعیف میکنن. خب ما اینجا نگه داریم، ببخشید. بقیه رو فرمودین و اینا اگر کامل شده. بله. ما یه فاصله بگیریم، برگردیم و مراتب بعدی رو توضیح بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. منم مثل شما این شاخک‌های ذهنی و فکریم کاملا تیز شده به برکت فرمایشات استاد رمزی اوحدی و دارم استفاده میکنم از نکات دقیق و فنی که میفهمن. بزرگوارید. پس یکی از جهادهایی که باید ما تو جامعهمون خیلی بهش بپردازیم و امروز هم ما خیلی متاسفانه باش درگیریم و تجربه‌های تلخی هم تو این چند سال گذشته دوره خودمون گذروندیم، جهاد با اهل بغی که آیه‌ش هم تو قرآن اینه و امام علی هم توی جنگ نهروان به این آیه عمل کرد. اولین کسی بود که این جهاد با اهل بغی رو انجام داد. منافقین فقط زمان پیغمبر بودن و سوره منافقین مال همون موقع بوده دیگه. شما الان منافق ندارید؟ این قرآن قراره تا قیامت ما رو هدایت کنه دیگه. پس الان هم شما منافق دارید. پس خوبه ما یه مقدار منافق شناس باشیم. پس شما نمی‌کنید این حرفا رو کیا دارن میزنن؟ ظاهر اسلامی. منافق دیگه، منافق چیه؟ فرقش با کفار چیه؟ کفار از بیرون داره با شما گاردشو میبنده، قشنگ تکلیفت هم شما میدونی، شما این طرفی اون طرف. آره دیگه. منافق این طرفه. این بده. لذا شما نگاه میکنید پیغمبر اسلام وقتی که برای جنگ تبوک، ببینید چجوری از پشت خنجر زدن به اسلام منافقین. ما اینا رو الان هم داریم که امام فرمودن منافقین از کفار بدتر. بله منتها مجاهدین این منافقین خلق نه، الان هم ما منافق. همین منافقین هم از کفار بدتر. ببینید چه ضربه‌ای به پیغمبر زدن. این خیلی تیکه عجیبیه تو تاریخ جناب آقای قوامی. خیلی عبرت آمیزه. قل سیروا فی الارض. آره. بابا برید بخونید تاریخو. پیغمبر اسلام لشکر خودش رو برای جنگ تبوک حرکت داد. 30,000 نفر بود لشکر رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک گردنه بود نزدیک شهر مدینه به نام ثنیة الوداع. الان داخل شهر مدینه است. یعنی یک گردنه بود که شما از اونجا دیگه شهر مدینه رو رد می‌شدی دیگه نمی‌دیدی. تو این گردنه منافقین 20,000 نفر از لشکر رسول الله رو برگردوندن تو شهر مدینه. پیغمبر با 10,000 نفر موندیم وسط. عجب. یعنی 2/3 برگشت. 2/3 منافقین برگردوندن. همین بلاها به سر اسلام در آوردن. لذا شما نگاه میکنید این ضربه‌ای که این منافقین به پیغمبر اسلام اینجا زدن، متاسفانه این تو کتابای تاریخی ما کم مطرح میشه. آقا یه سپاه 30,000 نفری رسول الله برای جنگ تبوک حرکت داده، هنوز از مدینه خارج نشده. همه ابتدا چند کیلومتری شهر مدینه بوده. منافقین با همون کارهای رسانه‌ایشون بگید 20,000 نفر رو برگردوند. الان هم همینه. من الان دیدم الان هم هستن دارن سخنرانی میکنن، سرکوب میکنن، سرزنش میکنن که اصلا ما برای چی رفتیم برای دفاع از حریم اهل بیت و مدافعین حرم. اینا الان دارن سرزنش میکنن. خزینه تراشیدیم. بله. بس شما نگاه میکنید منافقین، همین منافقین تو شهر مدینه میان چیکار میکنن؟ مسجد درست میکنن، خونه تیمی درست میکنن. خونه تیمی اون موقع مسجد زرار بوده، الان هم رسانه و کانال و گروه دارن. خیلی راحت روزنامه دارن. هر جوری دلشون بخواد بگید اذهان عمومی رو تغییر میدن. شورش‌های اجتماعی به وجود میارن. به این میگن چی؟ جهاد با اهل بغی. حالا این جهاد با اهل بغی یه وقتی تبلیغیه که بیشترش باید تبلیغی باشه،
چون امام علی علیه السلام با اهل بغی یعنی نهروانی‌ها که می‌جنگید، قبل از جنگیدنش حضرت کلی کار تبلیغی کرد که اینا رو از این مسیر منحرف در بیاره. نشد، بعد دیگه دست به شمشیر بود. ما الان باید روشنگری بکنیم که این اهل بغی که دارن فضای کشور رو تو هر زمینه‌ای که شما می‌خواید حرکت بکنید کار رو به جای رسوندن که اون چشم تیزبین عمیقبین این نظام مقام معظم رهبری میدونید چی فرمود؟ گفت دلم برای رئیسی سوخت. چجوری رسانه رو تغییر میدن؟ چجوری جای قاتل و مقتول رو عوض میکنن؟ منافق کارش اینه. یعنی اینجاست که آقای استاد رمزی وحدی اون جهاد یه جهاد دیگری خیلی موضوعیت پیدا میکنه این وسط که آقا انقدر تأکید دارن بهش، اونم جهاد تبیینه. بله عرض کردم الان جهاد تبیین سیاسی دیگه. آره. قبل از اینکه جنگ نظامی رخ بده، یعنی اون التهاب نظامی رو ما بتونیم قبلش خنثی کنیم. یعنی مثلا اگه امام علی هم این کارو کرد، یعنی همون 20,000 نفری که برگشتن با کار رسانه‌ای، اگر تو دوروری‌های پیامبر کسایی بودن که جهاد تبیین رو درست انجام میدادن، شاید اون 20 نفر به 10,000 نفر، به 5,000 نفر، به 1,000 نفر تقلیل پیدا میکرد. اینقدر اهمیت و در واقع بازوی دیگری میشد برای جهاد نظامی. این فرمایش رو من یاد اون حکایت هم انداخت که به امیرالمومنین گفتن یه اسب جوندار تندرو داشته باش شما، مثلا بالاخره امیری فرموده زود به کار من نمیاد، چون دو حالت داره، یا کسی فرار میکنه من باید دنبالش کنم، باید اصلا بهش برسم که من اهل این نیستم کسی که فرار میکنه دنبالش کنم، یا یه کسی میخواد منو دنبال کنه من میخوام فرار کنم که من اهل فرار کردن نیستم. صلوات الله علیه. به کار ما نمیاد. جانم امیرالمومنین. آقا خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم، دست شما درد نکنه، اجرتون باز تعمیر. ممنونم از شما که دل دادید به برنامه خودتون و نقطه نظری هم دارید، حتما از طریق این پل‌های ارتباطی که در خلال برنامه زیرنویس شد با ما در ارتباط باشین و به 162 شماره روابط سازمانم اظهار نظر بفرمایید، تاثیرگذاره در ارتقای کیفیت برنامه. التماس دعا یا حق. خداحافظ.